یو چطوری آقا؟ دوباره برگشتم و امروز یک ویدیو خفن دیگه داریم. حاجی من یه ویدیو مزخرف دیدم از یه یوتیوبر بود. بعد اینا مثلا این یوتیوبرها هست میان مثلا فقط صحبت میکنن، اصلا چهرهشو هیچ وقت نمیبینی. بعد قدیمی هم هست بدون حاشیه، راجع هیچ محتوای دیگه نمیسازه، فقط نمیدونم اطلاعات دروغ میگه. یکی از اون 10 آنتن بهش میگه، یادم نیست دقیقاً 10 تا فکت میگن. قبلا اینطوری فعالیت میکنن، دقیق من نمیدونم. یه ویدیو سم من دیدم حاجی، ما با هم بریم ببینیم. و بچه قبلش حتما لایک کنید، دیستی کامنت بذار. بس اگه تازه اومدی، تازه با قیافه من آشنا شدی، سابسکرایب کن دیگه. من شلا سابسکرایب یادت نره. خب آقا من وقت تو نمیگیرم، بزن بریم. راستی بچه گیم پلی کال آف دیوتی اون قراره ادامه‌شو بریم و کلا راجع به جنگ جهانی باشه. و بزن بریم، لیتس گو. ببین بچه راجع به 10 فکت راجع به آدولف هیتلره. بعد داستان چیه؟ این که خوبیای آدولف هیتلر رو میخواد بگه. ببین من اگه دقت کنی حزب نازی آدولف هیتلر خوبیایی هم داشت. خب نمیگم مثلا کار خوبی بود، 80 میلیون انسان کشته شد، اتفاق خیلی تلخی بود و اینا، ولی این دیگه واقعا ببین به جای تعریف تخریب کرد. هزاران فیلم و داستان و ویدیو درباره هیتلر درست شده که همشون داره یه طرف هیتلر رو نشون میده. اما ما میخوایم توی این ویدیو اون طرف دیگه هیتلر رو نگاه کنیم. بیشتر دنیا میگن هیتلر آدم جنگ طلبی بوده، آدم بدی بوده، کلی انسان رو به کشتن داده، اما کسی از نکات مثبت این شخص تعریف نکرده. نکاتی که اگر کسی هیتلر رو نشناسه و این مطالب رو ببینه پیش خودش میگه چه آدم خوبی. این که آزارش به ببین کسی که سیاستمدار داره اشتباه توضیح میده. این یک سیاستمدار میگه. مثلا من خودم مثلا یکی از کاملا اطلاعات داره راجع به اروپا، اطلاعات داره و مثلا راجع به آسیا اطلاعات داره. این کلا فلسفه تاریخ اروپا رو بیشتر میده تا آسیا و هیچ کسی نمیاد بهش گیر بده چه تاریخ بیشتر اروپا داره. کلا من کلا سبک کاری من اینه، من راجع به چی توضیح بدم؟ راجع به اروپا توضیح بدم. من راجع به آسیا هیچ اطلاعاتی ندارم. درسته؟ این داداشون راجع هر چی بگه تولید محتوا میکنه. یعنی من نمیدونم منبع اطلاعات دا چت جی پی تی دومه و بیشتر منبع اطلاعاتش هم دروغ. بارها من دیدم دروغ بود. با هم بریم ببینیم. مورچه هم نمیرسه. ته اول اینه که قبل از اینکه هیتلر به قدرت برسه نقاشی میکرد و کارت پستال هایی درست میکرد که با فروششون میخواست هزینه های زندگیش رو در بیاره. اگر نقاشی های اون زمان هیتلر رو نگاه کنید میگید این چه روح لطیفی داشته، چه نقاشی هایی میکشیده. اما آکادمی هنرهای زیبای وین در مورد این نقاشی های این نظر رو نداشته، چون زمانی که هیتلر به این آکادمی مراجعه کرد تا نقاشیاش رو به ثبت برسونه و خودش هم وارد این آکادمی بشه، اونا گفتن نقاشیات روح نداره و با انسان همدلی و همدردی هیتلر ساخته بشه. البته اینم بدونید که بعد از جنگ همین نقاشیایی که آکادمی قبول نمی‌کرد به مبلغ‌های بالایی به فروش می‌رسید. خب بریم سر یه خصوصیت دیگه که فکر کنم خیلی‌ها بهش مبتلان و اون اینه که وقتی عصر میشد اون حتما باید یه فیلم رو تماشا می‌کرد. ببین نکته مثبتش چی بوده؟ عصر میشد فیلم تماشا می‌کرد. چه نکته بعضی وقتا میشست و چند تا فیلم رو پشت سر هم تماشا می‌کرد. چه نکته مثبتی. اون سفید به حرفی هم همینطور. یه فیلم دیگه هم که هیتلر عاشقش بود لورر هاردی بود. اون عاشق این دوتا بازیگر بود، مخصوصا هاردی. خیلی ها میگن سیبیل هیتلر از هاردی اومده. بس که این آدم رو دوست داشت سیبیلاشو مثل این کرد. وای چرا فکت خودتو میگی؟ چرا فکت خودتو داری میگی؟ چارلی چاپلین هم اون از سیبیلاش اینطوری، یعنی هیتلر از اونم کپی رفته بود. وای داداش. نکته سوم اینه که در اون زمان هیتلر اولین رهبری بوده که از سیگار کشیدن متنفر بوده و شاید هم دلیلش این بوده که وقتی اون سیگاری میشه به قدری مصرفش میره بالا که روزی 40 تا 45 نخ سیگار میکشیده، اما همیشه از سیگار کشیدن خودش متنفر بود، به طوری که وقتی به رهبری آلمان میرسه همیشه به خودش میگفته یک آریایی اصیل نباید سیگار بکشه و در اون زمان در کل کشور آلمان یک کمپین ضد سیگار به راه انداخت و به ملت آلمان گفت سعی کنید سیگار نکشید، شما نژاد برترید و سیگار برای نژاد برتر خوب نیست.
البته ناگفته نمونه ها، اون سالها بود که ترک کرده بود. سربازاشن تشویق میکرد که سیگار نکشید. اما نکته عجیبش اینجاست که در اون زمان هم خودش هم سربازاش متامفتامین یا شیشه مصرف میکردن. شاید نمیدونستن این بدتر از سیگاره. یه خصلت دیگه که برای همچین شخصی خیلی جالبه اینه که هیتلر به شدت حیوان دوست بود. اون در آلمان نازی قوانینی رو تصویب کرده بود که حیوانات باید تحت محافظت باشن و ازشون مراقبت بشه. از حیوانات خونگی گرفته تا حیوانات وحشی طبیعت. خودش هم عاشق سینه‌شاک سگش بود، بلاندی. حتی به قدری قوانین سفت و سخت درباره حیوانات وجود داشت که اگر کسی حیوانات طبیعت رو شکار میکرد و گیر میافتاد، یه راست مینداختنش به اردوگاه کار اجباری. البته بیشترین حیوانات طبیعت هم بر اثر جنگی کشته شدن که خود هیتلر را انداخته بود. اگر در زمان آلمان نازی یه حیوان وحشی یا اهلی رو مینداختی پشت وانت و راه میافتادی، بزرگترین جرم رو مرتکب شده بودی. چون بایستی حیوانات طبق قانون با وسیله حمل می شدن که کاملا ایمن باشن، مثلا با وانت مسقف. و بچه‌ها ببین تا الان 2 تا نکته مثبت خوب گفت، یکی سیگار، یکی حیوانات. قبول داریم. بقیه‌اش خیلی چرت بود. عاشق شیرینیجات و شکلات و اینجور چیزا بود. اون بایستی با هر چه نکته مثبتی. آخه شیرینیجات مشتی. اصلا کدوم انسان عاشق شیرینیجات نبوده؟ یه غذاش دسر شیرینی یا کیک میخورد. آشپزاش هم براش کیکایی درست میکردن که روش آرم سواستیکا خورده. هیتلر هم کیف میکرد و اینا رو میخورد. یه شکلاتی وجود داره به نام پرالاین یا شکلات بلژیکی. هیتلر به قدری عاشق این شکلات بود که بعضی روزا 1 کیلو از اینا رو میخورد. البته همه شیرینیجات رو دوست داشت. میگن در روز 30 آوریل سال 1945 وقتی هیتلر میخواست خودش رو بکشه، یه برش کیک میخوره و بعد خودش رو خلاص میکنه. خب بریم سر یه نکته دیگه. یه مارش نظامی بریتانیایی وجود داره به نام The River Kwai March که روی موزیکش تا به حال چند تا شعر گذاشتن. یکی از اشعاری که سربازان انگلیسی با این موزیک میخوندن اینه که یکی از رهبران نازی یه دونه بیضه داره. این یه دونه ای هم که داره کوچیک و بیریخته. منظورش آدولف هیتلره. باش. اینجا من کاری ندارم. خب اولا که یه فلسفه یه تاریخی خیلی باید بزرگ باشه. من خودم در حدی نیستم که بخوام کاملا بگم اون چه کاری کرده و چه کاری نکرده. خب یعنی اینقدر باید اطلاعات داشته باشی. و نکته دیگه هم هست، بیضه اون اصلا ثبت رسمی نشده پسر، اون اصلا تایید رسمی نشده. الان این میگه خودش میگه تایید میکنه. خب میگه آره بوده. من اصلا هر جا گشتم سایت معتبر ندیدم و میگن این یه فکت بوده، یه تئوری بوده در اون دوران که اونم چون وقتی همچی شعری درست کنم میگن دیگه من خود طرفدارشو کنم دارم حقیقتون. البته باید بدونیم که این واقعیت داشته، چون گزارش‌های پزشکی که از هیتلر به جا مونده نشون میده که اون این نقص رو داشته. گزارش پزشکی که میده وای حاجی اصلا جنازه هیتلر نه، حالا قبلش هم بگیر اصلا ثبت نشده بود. بریم سر نکته بعدی. هیتلر با وجود اینکه عاشق شیرینیجات و تنقلات بود، اما در اواخر عمرش کاملا گیاهخوار شد. نکته 8 اینه که به هیتلر میگفتن در فیورر، یعنی رهبر. اما یه سری این لقب فیورر، وای من به رهبر، خب چی به رهبر کشورش باید چی بگن هیتلر خودی منو چی بگم فیورر رو عوض کرده بودن به در فوتسا، یعنی کسی که اختیار گاز معده‌اش رو این ثبت چیز شو. آره حقیقت داره و نمیتونست باد معده‌اش کنترل کنه. اومدیم ما 10 تا از نکته مثبتش نگاه کنیم، نه تا 10 تا نکته تغییرآمیز یا منفی شو. مثلا چطورش نساز خواهش میکنم چیزی که میخوایم بسازی اون چیزی که میخوای به تحویل بده نداره. وای دیدی چی شد؟ اختیار گاز معده‌اش رو نداره. صدای یک
باد معده رو آورده داخل ویدیو گذاشته. مثلا ما تصور کنیم وای داشت خاک تو اون سرت کنم. بچه اگه دوست داشتید حتما لایک کنید و کامنت بذارید. رو نمیگیرم، نظر خودتو کامنت کن. اگه من جای اشتباه میکنم بگو فلانی داری اینجا اشتباه میکنی، همچین حرفی نباید بزنی، همچین نظری نباید بدی. من میگم چشم داداش چرا که نه، قرار نیست آجی اون کامنتاشو نخوندیم و بماند سریای بعد. بچه وقتتون نمیگیرم، ارادت.